خدا خیرتون بده. حالا ما به خاطر اینکه وقت بدیم به جماعت مخالفین نگوین که به ما وقت نمیدین، یکی از مولوی‌های محترم روی خط از جماعت مخالفین. بفرمایید. سلام علیکم جناب ما مصطفی مولوی، سلام علیکم. حال شریف خوبه ان شاء الله؟ تسلیت سعادتمند شما هستم. گل من چطوری عزیز من، آقای من؟ شما بزرگوار هستید، خدا شما مولوی را عزت بده و ما خیلی تسلیت عرض میکنیم. میدانیم که حالا شیعیان این شب ما عزا داریم، همه دارن خون گریه میکنن. اجازه بدین به اندازه قدردانی از خلیفه دوم بخشی از زندگی ایشان را من بگویم، اجازه دارم؟ بفرمایید. خب ایشان که در تولد خودشان حضرت حاج آقا اراده‌ای نداشتن، خب از قبل چیدمان شده. مستحضر هستیم که در زمان سابق 10 نفر یک زن را اجاره می کردن و هر کدام بیشتر خرجی می دادن. خب اون زن عاقبت مال او بود. در میان این فواحش که پدر ایشان با مادر ایشان ازدواج کرد و دختری به عمل آمد و اون دختر هم باز به ازدواج پدر درآمد. پدر چون بیکار بود او را به فواحشی که هم خرج بچه‌ای که حامل شده است در بیاورد، هم نانی برای پدر بیاورد. لذا این دختر با وفا برای این که دل پدر را به دست آورد پرچمی بالای بام زده بود و زنها تمام در ایام قاعدگی پرچمی میزدند که مشتری نمیپذیرد، ولی ایشان پرچم زردی زده بود که مشتری برای جد خاکی بیاید و گاهی هم از آن طرف میزدند که در اعراب این مسائل نبود. وقتی که ایشان به دنیا آمده بود زیاد گریه میکرد. ابن اسیر مفصل نوشته است و چند نفر اطراف مادر بودن و آماده برای مواقعه بودن. یک کسی به عنوان متایبه آلتش را به ایشان نزدیک کرد. ناگهان اون بچه از علاقه ذاتی چنون آلت را گرفت که اون مردم خوش کارش اونجا تمام شد. وقتی میخواست برود چند سکه به خاطر این بچه به او پرداخت. لحاظا مادر طفل شیرخواره را از 2 جهت بر این کار گمارد. یک بچه از آب الرجال بهتر سیر میشد و رشد فراوانی داشتن و زودتر بزرگ میشد که به درد مادر بخورد. دوم دیگر مادر شیری به او نمیداد که زیباییش از بین نرود. لذا طفل کودک از بچگی همکار مادر شد از راه دهان و پا به سن که گذاشت. خوب اعراب دیدن که از اون مسئله عقل با ایشان بهتر دم دست مادر یاد گرفته بود چگونه کار مردان عرب را راه بیندازد. پدر او در سن 12 سالگی او را گماد در خانه بزرگان قریش که میدانید اون وقت بهداشت نبود، گوسفندی می‌خوردند و می‌افتادند و دیگر حل بلند شدن نداشتند. لذا مگسپرانی اذیر می‌کردند که هم اونها را مگسشان را بپراند و هم حضرت حاج آقا مشتمالی بدهد. این طفلک که عادت کرده بود در اثنای مشتمال با عادت مردان هم بر میرفت. خلاصه دیدن اعراب به خاطر مگسپرانی 2 شوق ایشان لواطی کردن. دیگر میدانید تاریخ را و با پسر ابی قحافه هم از همین مجرا شدن، چون اونها بچه‌هایی که داشتن برای مفاخره می بردن در بازار عکاظ و حتی اولی هم دخترش را می برد در بازار شعر شاعری که تشویق کند شاعران را. حالا به اونجا من کاری ندارم، اگر اجازه دهین من بعداً از ایشان می گویم به دخترش.
ولی امروز که شام قتل خالده دوم دل ما را خون کرده حضرت حاج آقا جناب فیروز که از اول متمرد مولای ما بود، چون وقتی ایشان را از نهاوند آوردن جواسیس خالصه ما از لاع انسانها را اندازه گیری می کردن به ایشان برسانند، دیگر احتیاط بود. رسول الله هم می دانستن، جبرئیل هم خبر آورده بود برای ایشان مباح است، برای همه ما اهل مباح است. حتی بعضی از شما شیعیان هم که با ما سر و صفایی دارید، اونها هم از این قاعده استثناء ندارند، برای وحدت و دلخوشی از این کارها انجام میدهند. چون امر مولای ما هست دیگر، اگر قرار باشد وحدت باشد شما هم باید همرنگ ما شوید. اما قصه ایشان را به دست مغیره سپرد، به او زور گرفت، مالیات گرفت، هر چه شکایت میکرد گفت اگر راحتی میخواهی برو در حرم سرای مولای ما، اونجا شراب ناب تلخ بخور و آنچه مولای ما میخواهد انجام بده. آخرالامر جناب فیروز به تنگ آمد، خدمت ایشان رسید، گفت من برای شما آسیابی می سازم که شما نان جوهر گندم بخورید. ایش قبول کردن، گفتن به آن شد. گفت روز افتتاحش که نزد ما ایرانیان روز 13 فروردین مرسوم است، من آن روز این کار را انجام می دهم. به مسجد آمدن، نماز را پشت سر ایشان خواندن، از مسجد بیرون آمدن. بعضی از این شبکه ها نمیفهمند، از ما مورخین نمیپرسند، میگویند در مسجد این واقعه شد. کی در مسجد شد؟ ایشان آمدن به آسیاب و خیلی فیروز را بغل کردن و گفتن فیروز جان اگر میخواهی آمادگی کامل پیدا کنی، من حاضرم خودم از کودکی یاد گرفتم تو را به نفوذ بیاورم. حالا چه شد من نمیدانم. جناب فیروز بر عهد خودش استوار بود، یک بار اون کار را کامل با مولای ما کرد. اونقدر مولای ما را خوش، ما همه میگوییم بارک الله یا ابوالله، درود خدا بر تو که دل مولای ما را به دست آوردی. اما ای وای از بعد عهدی زمان، بعد از این که عهدش را به جا آورد، مولای ما خوشش آمده بود، گفت فقط تو باش، به اندازه حقوقی که به عایشه میدهم به تو هم میدهم، تو در کنار من باش. گفت دلا شوید قربان، حالا برای بار دوم، ولی برای بار دوم چاقویش را درآورد. جنون چاقویش را به جلو چه بگویم در این شام غریبان، حضرت حاج آقا بیرون کشید، لجش کردید، انقدر نقد مولای ما گشاد شده، برای اسلام گشاد شده بود. خوب شروع کرد 13 ضربت در بدن مولای ما فرود آمد. این شبکه از ما حمایت میکند، اگر نگویم مورخین ما حیا کردن، ننوشتن. ایشان شلوارش را در آمد، هم شروع کرد به سر و صورت ایشان شدیده. آمدن مولای ما را بر سریری گذاشتن، خبر آوردن برای جنیز اومد، زنک بیا مولایت را ریخمان کردن. گفت یعنی چی؟ گفت اونقدر به سر و صورتش ریدن.
کاخ شاهرو بیرون می آمد. شراب آوردن، گفت من مرض اکم را کنم، گفتن نبر بیاید اسم را کنند را گفت به خدا روزی مبارک در امروز بود، چیزی که من آرزوی خودش داشتم حالا به راحتی در اختیارم می گذارم. سزاداری بگیرید برای این مولای مظلوم ما. مقدر اومد بهار شدی آباد ایلا آباد ایلا امت او خیبر شما که قبول دارید. این آیه هم در شأن او نازل شد که رسول الله هوایش را داشته باشد. حق فرموده وله شما بسیار ممنون و متشکرم. اگر اجازه بدین چند شب ما برای ادای وظیفه قبلی از برنامه شما را تصاحب کرده و از مظلومیت مولای خود بگوییم. حتما انشاءالله. ما به خاطر اینکه وقت بدیم به علماء جماعت مخالف خیلی خوشحال میشیم و انشاءالله شما در شبهای آینده ما را به فیض برسانید و جریان خدمات ایشان را برای لشکرهای مسلمین. بله مفصل از حضرت حاج آقا شما اجازه بدهید من در خدمت شما هستم انشاءالله. بله خدا اجازه تلخص می‌فرمایید قربان. بله بفرمایید گوش می‌کنیم. بله خدمت شما عرض شود که حذیفه بن یمان برای ایشان خبر آورد از همون در جایی که بودن جناب سلمان هم بودن که لشکر ایرانیان از آنجا می آید. ایشان به میان مسجد آمد، برای اسلام دلسوز بود دیگه، دندانهایت چنان به هم میخورد که گویی دندانهای اژدها به هم میخورد. البته از روی ترس آی مسلمین استعانت کنید بیایید، مجوسان به ما حمله کردن و من میخواهم آماده جنگ شوم. علی کرم الله وجه فرمود تو که اینجا در جبهه جا خالی میدادی دیگر اونجا نرو که ایرانیان مادرت را به عزایت میشنن. و ایشون حرف مولا را گوش کرد و نیامد در ایران، ولی شنید بعد از 6 ماه سربازها از جنگ میخواهند عقب بکشند به عنوان ازدواج. سر و رویش را بس. ببینید چقدر این مرد تواضع داشت، چقدر از خود گذشتگی داشت، چرا برایتش را قبول نکنیم؟ سر و رویش را بس و در خیمه حاضر شد. به غلامان گفت بگو سربازها بیاین، کسی هوا کرده به خود را اونجا خلاص کنند. چند هزار نفری که با او لواط کردن، کسی لواط کرد که مولای ما خیلی خوشحال شد. گفت تو نامت چیست؟ هر شب بیا. گفت قربان کپون نمیدن 6,000 نفر صفن. گفت استفان مخلص است. گفت اسمش را بنویسید ایشان هر شب باشن، چون برای خدا که کار کنی خدا هم یکی که به درد دلت برسه میفرستد. این یک سمه ای انشاءالله در فردا شب اگر عمری باشد و خدای متعال سعادتی بدهد در خدمتتان هستم. خدا خیرتون بده جناب مولوی امام استاد، دستتان در نکنه. خیلی متشکر. طیب الله انفاسکم. خدمت شما تسلیت عرض میکنم. و امروز معلوم شد خدمت عمر در فتوحات، فتح یعنی باز شدن. عمر کارش چی بوده؟ اهل فتوحات بوده. فتوحات. بله. و خدمتی هم داشته برای لشکریان اسلام که جناب امام استا بیان فرمودن.